دروازه‌بان‌ها خود را چگونه نشان می‌دهند؟ بازیگرانی که پنالتی میزنند اونها چگونه میتوانند پنالتی را با گل انجام بدهند یا ندهند؟ همه این را ما و شما تنها بعد از چند ثانیه مشاهده خواهیم کرد. خودرسان کردن و مورد است که این بازی دوم در سلسله فینال های سوپرلیگ تاجیکستان است. بعد از این بازی ها که در قصر ورزش شهر خوجند برگزار می شوند و بازی دوم جریان دارد، بعد از این در شهر دوشنبه بازی سوم برگزار می‌گردد. لئوناردو کره از دسته سپر در نزد توپ قرار دارد، او بر مقابل نورالدین جباروف. ضربه و به یگان امکانیت با دروازه‌بان. شما تصور کنید که اگر لئوناردو کره پنالتی آخرین غلبه‌آوری در پایگاه قهرمانی از همه مهم را به ثمر می‌رساند و چیکارها می‌کرد. این تنها پنالتی یکم بود. رینی رینالدو و بر مقابل فیروز بیک مرادوف. ضربه رینالدو خیلی آسان، خیلی ساده، خیلی سبک توپ را او به دروازه وارد می‌گرداند. برای دروازه‌بان اینجا امکانات داده نشد. دروازه‌بان لکه به کنج دیگر حرکت کرد. رینالدو باشد به طرف دیگر ضربه خود را اجرا نمود. رافائل کامیلیا باز هم لیگنر ضربه و او هم سراول منتظر شد حرکت نورالدین جباروف را و بعدا ضربه خود را به خطا اجرا نمود. برابر می شود حساب 2-2 در پنالتی ها. خوب ما در همین نوار ندیدیم، ولی با احتمال غالب دلشاد سلاموف ضربه خود را اجرا نمود که دروازه‌بان اون را برگرداند. میتوانند چیز را پای برد. اونجا دلشاد سلاموف بود و فیروز بیک مرادوف با احتمال غالب همون پنالتی را برگرداند. این زمان خوب لحظه تکرار را میتوانیم ببینیم. خطا کرد فیروز بیک مرادوف، هم برنگرداند. دلشاد سلاموف در زدن پنالتی خطا کرد. محمد جان شریفوف ضربه و دروازه‌بان برمیگرداند. ضربه جا کرده محمد جان شریفوف را نورالدین جباروف برگرداند. اینجا میتوان گفت محض نورالدین جباروف، بله محض سیو خیلی خوبی را اجرا کرد. ضربه سوم از دسته سارو کمپانی سمندر ریزاموف در نزد توپ قرار دارد. ضربه و خیلی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود فیروز بیک مرادوف برای سیف، ولی سمندر ریزاموف توانست توپ را وارد دروازه بنماید. متوجه میشویم بار دیگر از مابین پایه ها اگر کمی بلندتر توپ میرفت پس در برطرف کردن این ضربه موفق میگردید فیروز بیک مرادوف. برابر هستند در پنالتی ها 2-2. خسرو قیوموف ضربه و باز هم برمیگرداند. ضربه زده خسرو قیوموف را نورالدین جباروف برمیگرداند. دوستان عزیز بسیار هم در سطح پست این ضربه اجرا گردید توسط مرکز با بلندی در سطح دست. برای دروازه‌بان این یک تحفه بود. ضربه چهارم از دسته سارو کمپانیا. جوردانسون دو سانتوس جورجینیو ضربه و تو با دروازه وارد می شود. اکنون از روی پنالتی خطا کرده دسته سپر
دو پنالتی را خطا کرد. در سارا کمپانی تنها یک نفر، دلشاد سلامов. اقبال واسطزاده. زربایووا خیلی عالی این ضربه را اجرا کرد. برابر میشوند دسته ها 3-3. ولی این پنالتی آخرین دسته سپر بود. سارا کمپانی یک نفر دیگر تو هنوز وجود دارد که میتواند پنالتی را با گل انجام بدهد و در صورت زدن گل دسته سارا کمپانی حساب بازی فینالی را 2-0 خواهد کرد. این کی است؟ این ایلان دیلان از دوستان ارجمند. ضربه ایلان دیلان و او خطا میکند. از ایلان دیلان همه چیز وابسته بود. او میتوانست در همین جا بازی دوم فینالی را جنبست بنماید، ولی ضربه زده او کلان به طرف دیگر رفت. دروازه عموما در جانب دیگر بود. پنج پنالتی اول دوستان عزیز همین طریق جنبست می شوند و اکنون پنالتی های ششم که دروازه‌بان اینجا فیروزبک مرادوف ضربه خواهد زد. حساب پنالتی 3-3 است. ضربه فیروزبک مرادوف به یگان خطا، به یگان مشکلی، خیلی آسان و ساده فیروزبک مرادوف توپ را به دروازه وارد می‌گرداند. لوکاس ناکازاتو فیروز پنالتی رو با گل انجام داد و اگر همین پنالتی رو برگرداند پس قهرمان اساسی همین دیدار خواهد شد. ناکازاتو با پای چپ ضربه میزند. بله ضربه و خطا میکند لوکاس ناکازاتو. همین طریق دوستان ارجمند تمام این بازی تمام شد دوستان ارجمند و توانست اینجا فیروزبک مرادوف یک کار کند که ضربه اجرا کرده لوکاس ناکازاتو بیرون از حدود مقرر شده برود عموما به طرف دیگر. و دوستان عزیز حساب بازی‌های فینالی در سوپرلیگ تاجیکستان برابر 1-1 می شود. دیروز در قصد ورزش شهر خوجند در پنالتی با حساب 4-2 دسته سارا کمپانی پیروز گردید و امروز باشد در همین تالار در قصد ورزش شهر خوجند دسته سارا کمپانی توانست بازی خیلی خوب را نشان میدهد، ولی غالب دسته سپر شهر خوجند گردید و سپر حساب بازی‌های فینالی را در سوپرلیگ تاجیکستان برابر 1-1 می‌گرداند. این معنی را دارد که اکنون ما و شما رو بازی خیلی جالب و دیدنی در شهر دوشنبه انتظار هستند، چون بازی نوبتی محض در شهر دوشنبه برگزار خواهند شد و اکنون کمش دو بازی حتما برگزار می‌شوند، چون که برای معین کردن غالب باید دو بازی دیگر کمش برگزار شوند تا یکی از این دسته‌ها تواند اولین شده 3 پیروزی را در بازی فینالی به دست دارد. سلسله بازی فینالی دوستان ارجمند 1-1 دستای سپر و سارا کمپانی برای قهرمان مبارزه خود را ادامه میدهند و این مبارزه در شهر دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون شما را ما با لحظه اساسی این دیدار میگذاریم و با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنصیحت و خانه آباد باشید.
дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо